اینجا مهمان نوازی خود کردن، ما را گفتن یک گلاس چای نوش جان کنین دم اینجا دا شولو دا پروړه ده خیلی مطور آرامی باشه، صلح باشه که تا مردم ما هر طرف تفریح می‌کنن. خب دوستای عزیز، لیاقت عزیز میشه برای ما بگویید که اونو کد چی است اونجا که بلند معلوم میشه؟ از ای چی است دا شولو دا پروړه ده خب از چی کای گندم است دیگه موتو گندم است گندم. خب میریم ما اونجا میبینیم که چی است از نزدیک بینندام ببینن، از نزدیک با هم میریم بینندای عزیز. همین تو با پیش میریم میبینیم که خب عروسی کردی لیاقت جان برای ما بگوید. عروسی کردم. عروسی کردی؟ چی وقت عروسی کردی؟ یک کال شده عروسی کردم. خب یک سال میشه؟ یک سال میشه. اولاد چیزی داری یا نه؟ حالا خو نیست. از این برای ما بگو که مکتب خواندی یا نه؟ مکتب خواندم سیم په دوام است. خب حالا هم متعلم هستی دیگه؟ حالا متعلم است. ماشاءالله ماشاءالله. یعنی هنوز دیگه مکتب خلاص نکردی؟ نه حالا خو خلاص نکردم مکتب. کسب هم ماشاءالله اینجا کارم میکنی و درس هم میخونی؟ درس هم میخونم. خب ماشاءالله. خب دوستای عزیز امی تو میریم با پیش خرمن میگیم ما دیگه. که همینجا معلوم میشه ببینیم که چه قسم هستی. بیننده باشیم. خب بینندای عزیز، جایی که ما روان هستیم اینجا پلوان زمین گفته میشه. شما میبینین تصویر در سر پلوان شکل روان با لیاقت جان. بله دیگه لیاقت عزیز میشه که بیاین پیش بیاین. خب این از گندم از دیگه نه، گندمی که فعلا اینجا سبز است نه. وقتی که میرسه به این چیز تبدیل میشه همونطور است؟ به این تبدیل چی کار دیگه میبرم. باز از این چی استفاده میکنین شما؟ حالا باز چی میبره پختو دا مال توړي دغه تاس دغه والا تا مال توړي په دغه کې ګاډۍ وته شوتالو کې مال خوري. خب من ژوندی اوسې لیاقت جان، میریم اینا دیگه با گور فروشی که ببینیم که چه قسم کارخانه گور امیر تولید میکنه. درست است؟ خب لیاقت جان، میریم داخل میبینیم که اونجا چی چیزایی چی میشه و میریم راستی اینجا میریم که امی چوبشه و بیننده ها امی پوستشه و تصویر بکشیم که چی وقت اینجا انداختی که آیا خشک شده یا نه. ایره چی وقت انداختی اینجا؟ ایره صوبکی انداخت. خب آره به نظرش خشک شده باشه کمی فیصدی. خب دوستای عزیز، میبینیم که شک داره نیشکر و هنوز هم خشک نشده که به آماده نشده دیگه به سوختاندن که آتش شود. خب میریم همین تو لیاقت جان عزیز به داخل. خب بینندای عزیز ما آمدیم به داخل گرسازی اینجا. خب لیاقت جان عزیز برای ما بگو کیره که از این گر مثلا از این نیشکر بدون گر دیگه چی تولید میشه؟ میشه با بینندای ما کمی معلومات بده. اوجا نیشکر هم اندازه نه، نیشکر خام اوجا پخته میشه. خب حالا که پخته شده در اونجا اندازه نیشکر پخته شده گر فهمیدی؟ خب اوجا اندازه بعضی رقم گر جور میشه.
خب این قسم گر جور میشه؟ این قسم و شما گر. چند قسم گر تولید میکنین اینجا با هموطنان ما؟ خب یک رقم ساده است نه؟ خود ساده. یک ساده رقم است حالا؟ این ساده است. نه اونجا است و چغزیدار است. خب مغز داره؟ مغز داره، چهارمغز داره. چهارمغز دیگه چی داره؟ اونجا است اون. خب ایده اینجا است؟ اوی جور کردم حالا این باز کیلوی چند میایه؟ سیرش چند میایه؟ این جور کردم خب صوبکی. برای کسی هم آماده کردین؟ آماده کردم. خب بازی سیرش چند نه میایه؟ چهارمغز. اینا دوستای عزیز شما خودتان میبینین که گر چهارمغزدار که میگن اینمی گر است. خب این سیرش چند میشه برای ما بگوین؟ سیر 700. سیر 700 افغانی. خب دیگه بدون چهارمغز بادام چی هم استفاده میکنین؟ استفاده میکنه. یعنی- بادام هر چی کمه استفاده میکنه. چند نوع مغزدار جور میکنین؟ چند رقم؟ چند قسم؟ یک تو چهارمغزدار جور میکنه، یک تو بادامی. خب دو نوع. یک تو منفلی می جور میشه. یک رقم انداز. ساده. خب و امی دیگه چه قسم جور میکنین؟ دیگه قسم نیست. نیست. و اینیا چیسته؟ این ساجقه است. این ساجقه چه قسم ساجقه سیره من اولین بار است که ببینم. این ساجقه از مردم میخورد. حالا خو گرم است. انداختم پیشه. این گرم است ساجق. این جور کردم خو ساجق. این ساجق است؟ این ساجق. ساجق گفته میشه دیگه. برو ساجقی است. نه. خب امروز چای چیزا خورده نمیشه؟ میشه. خب امروز چای گر بینندای عزیز میبینین که این گر ساجقی گفته میشه که امروز چای نوش جان میشه. خب لیاقت جان بله. دیگه کدام نوع چیزی دارین گر تولید؟ حالا خو همی ساجقه است. دیگه چیز نیست. خب بینندای عزیز ما اینجا منتظر هستیم که اینمی دیگه روشن کنن و ببینیم که چه قسم تولید میشه. انشالله ما را دنبال بکنیم. میخواهیم که حال معلوماتی درباره این وسایلی که اینجا موجود است داشته باشیم. خب لیاقت عزیز بگو برای ما که این چی گفته میشه و این چی کار میشه؟ دونه شکر هم اندازه ده دیگ. خب دیگ است دیگه. این دیگ است. این آبی هم که اینجا میبینیم از این هم آب نای شکر است درست؟ یا این شکر است. خب و اینی بیل از چیست؟ این چی کار گرفته میشه؟ این کار میکنه. این چی میکنه؟ چمچه شور میکنه. شور نخوره. یکان قفویایش هم میگیرن دیگه. همونطور است؟ خب و ایره باز چه قسم چکه میکنین اینجا؟ اینجا پخته میشه ده اونجا من دازم. ایرا بیل میزنم. این سخت میشه. در امی دیگ نیشکر کی است نه چقدر نیشکر شما از ماشین میکشین که دیگ پر میشه؟ اونجا خو 100 سیر نشکر میکشم. خب اونجا 10 سیر گر میکنم. خب 100 سیر نشکر 10 سیر گر. 10 سیر. درست. ایره چقدر میجوشونین؟ مثلا آتش میکنین زیرش که پخته میشه باز میکار. 2 ساعت پس پخته میشه. یعنی 2 ساعت آتش میکنین؟ همین پوستای نشکر که در بیرون دیدیم ما ایره آتش میکنیم. خب تشکر میکنیم از شما لیاقت جان. خب بینندای عزیز یک برادر دیگه ما آمدن که همراهشان که مصاحبه داشتیم. سلام علیکم. سلام علیکم برادر. خوب هستین؟ ان شاء الله خیرید. سلامت باشین. نامتان؟ نامم ننگلای نورزای اکاخیل هستم. خب نورزای اکاخیل. خب نورزای عزیز برای ما بگو که شما چی کار میکنین اینجا؟ ما خود تفریح آمدیم از ولایت کابل از ولسوالی قره‌باغ اینجا آمده بودیم به خاطر خریدن گر. به خاطر خریدن گر آمدیم. خب نورزای عزیز از کابل آمدین بله، گفتین از چطور کابل. بود راه و رو بخیر آمدین؟ راه رو خوب بود. فضل خدا امنیت است. مردم هر طرف تفریح میرن، چکر میرن، لذت میبرن. خدا کنه که همیشه وقت نمطور آرامی باشه، صلح باشه که تا مردم ما هر طرف تفریح میرن. سلامت باشین. کجای جلال آباد تفریح رفته بودین؟ والا ما خود دیگه پارک کامرا میگه دیگه پوچی آمده بودیم، شیریک خوردن آمده بودیم دیگه. کام آمده بودین؟ بله کام آمده. خب همیشه از اینجا گر میگیرین یا که نه بار اولتون است آمدین؟ بار اول ما است که آمدیم. بعض دوستای ما صحبت کردن از اینجا ما آمدیم که باش که ما مزیج لذت ببریم. چی کاروبار مسئول چی کاروبار هستین؟ دکاندار هستیم. در کابل؟ درست است. کدام پیام گفتنی دارین برای بینندای ما؟
پیام خاص خونه دارم و از خداوند نمی آرزو را داریم که همیشه وقت وطن ما صلح باشه تا مردم ما را چکر گرفته. سلامت باشین. خیلی خوش شدیم. خب بیندای عزیز، ما میخواستیم که بریم به طرف شیریخ هم برای شما و تصویر بکشیم. لیاقت جان اینجا مهمان نوازی خود کردن، ما را گفتن یک گلاس چای نوش جان کنین دم اینجا دم سر کوره گر، بعد برین باز به طرف شیریخ. ما اینجا چای نوش جان میکنیم و بعد باز ما را همراهی کنین که میریم همون تو شیریخ با شما با تصویر بکشیم.